واتیکن، پایتختش واتیکن یکی از کشورهای خردترین دنیا است. در جنوب اروپا جای دارد. در داخل ایتالیا است. بزرگترین کلیساها در اینجا اند. بزرگترین کتابخانه هم در زیر این دولت شهر است. دینشان نصرانی کاتولیکی است. سال 1929 29 می استقلالیت به دست آورده است. اگر درباره اهالیش گوییم 450 نفر است. مساحتش 0.144 کیلومتر است.